سفارت تاجیکستان در روسیه خبر داد که روز 8 نوامبر در نتیجه همکاری ثمرناک نمایندگی دیپلماتی تاجیکستان با مقامات حفظ حقوق روسیه، شهروند جمهوری تاجیکستان یولداشف کوملجان که در فرودگاه بین المللی دمدید و بازداشت گردیده بود، بنابر بی‌اساس بودن سبب‌های بازداشت آزاد گردید. کوملجان یولداشف ساکن دیده چهارباغ جماعت سرخ اصفره روز 16 نوامبر هنگام سفر به روسیه در فرودگاه دمدید و بر اساس درخواست مقامات قرقیزستان دستگیر شده بود. مقامات قرقیز او را به دست داشتن در مناقشه مرزی ایبدار میکنند، ولی یولداشف گفته است که در آن مناقشه ها اشتراک نداشت. در روزهای آخر این علاقه دومین شهروند تاجیکستان است که در روسیه با طلب مقامات قرقیزستان با اتیام دست داشتن در مناقشه های مرزی دستگیر و با دخالت مقامات تاجیکستان آزاد کرده می شود. دادستانی کل تاجیکستان روز 14 نوامبر خبر داد که مقامات روسیه در پی درخواست جانب تاجیکستان شهروند این کشور دلاور جورایف را آزاد کردند. دادستان کل تاجیکستان روز 13 نوامبر با نشر یک اظهارات رسمی در رابطه با بازداشت جورایف این بازداشت را دارای انگیزه سیاسی نامیده و از دادستانی کل قرقیزستان خواست که با تجربه آغاز کردن پرونده های بی اساس جنایتی وابسته به بی‌ترتیبی های عمومی در خط سرحد نسبت به شهروندان تاجیکستان خاتمه بخشیده شود. مناسبت های تاجیکستان و قرقیزستان بعد مناقشه مسلحانه پایان ماه اپریل که از دو طرف 55 کشته و 240 زخمی به جا گذاشت دوران پرتنشی را پشت سر می کند. قرقیزستان از 22 مای اینک قریب نیم سال باز مرزش را با تاجیکستان با بهانه پاندمی بسته است، ولی مقاماتش پنهان نمی کنند که تصمیم بستن مرز به مشکلات مرزی بیشتر ربط دارد تا به پاندمی کرونا ویروس.